سلام دوست هنرمندم. امروز آموزش سبد کجراه دو رنگ رو داریم. مثل همه سبدها شلال کف رو که حتما انجام میدیم و سبد کجراه رو هم توی ویدیو قبلی کامل توضیح دادم با تمام نکاتش. حالا فقط میخوایم دو رنگ بودنش رو اینجا با هم دیگه ببینیم. یه رنگ کامل با اون رنگی که دوست دارید غالب باشه به سبدتون. حالا من چون لبه رو هم میخوام سفید ببافم، این یه رج اول گندمی رو هم سفید میبافم تا دونه آخر سفید میبافم و اتصال رو انجام میدیم. خب از گندمی که حلقه رو گرفتیم، از گندمی بعدش دقیقاً از همینجا یه دونه نخ از اون حلقه و از گندمی رد میکنیم و یه پایه میزنیم. هم بست رو انجام دادیم هم پایه رو زدیم و تو همون گندمی یه پایه دیگه هم میبافیم. خب اینجا میخوایم رنگ رو عوض کنیم. برای رنگ عوض کردن ما اون پایه رو کامل نمی کنیم با اون رنگی که داریم میبافیم، با رنگ پایه بعدی کاملش میکنیم. الان این دوتا نخ سفید رو من گرفتم و رنگ بعدی که میخوام قرمز باشه رو از داخل این دوتا حلقه رد میکنم. پایه بعد رو که نمی بافیم، پایه بعد دوباره دوتا پایه داریم که با رنگ قرمز میخوام ببافم. دوتا نخ رو پنهان میکنیم داخل بافت و اون رنگی که داشتیم پایه اول رو میبافتیم ولش نمی کنیم، اونم داخل بافت بیارید چون پایه بعدی رو میخوایم باهاش ببافیم. دقیقا به همین شکل که میبینید. قرمز رو زدم، با سفید تکمیلش میکنم. الان اینجا چون من نخم کوتاه بود یه نخ دیگه اضافه کردم. الان شما با همون رنگی که اول بافتید بعد ادامه بدید. پایه بعدش رو نبافتیم، پایه بعدی دوباره دوتا پایه سفید با قرمز کامل میکنیم. یکم این بافت رو با آرامش انجام بدین، خیلی راحته و دچار دردسر نمیشین. با سفید کامل میکنیم. خب لبه ها رو صاف میکنیم. تا انتهای رج همین بافت رو انجام میدیم تا برسیم به بست زدن. خب ما تا دونه آخر بافتیم و همونطوری که میبینید لبه ها کامل با رنگ پایه یکی هستن، رنگ اون پایه‌ای که بافتیم. برای اتصالم از اولین دونه‌ای که زدیم از لبه اولین دونه حلقه رو میبریم داخل سبد از این قسمت. دقیقاً نخ قرمز رو هم با دست نگه میداریم و از پایه بعدی
هم پایه رو میزنیم هم کار اتصال انجام میدیم. با قرمز تکمیلش میکنیم. نخ سفید رو هم بین بافت نگه میداریم. پای بعد بافته نمیشه. پای بعدی 2 تا داخل یک پایه با رنگ سفید کامل میشه. اگر دقت کرده باشیم قسمتی که اتصال رو انجام دادیم من اون 2 تا رنگ کنار هم دیگه افتاده، یعنی 2 تا ردیف سفید کنار هم افتاده که حالا اگر خیلی حساس هستید نمیخواین اتفاق بیفته باید سبد سایز 20 رو انتخاب کنید و توی سبد کج رو حتما باید تعداد سوراخ‌های کفی رو بشمرید و حساب کنید که این 2 تا رنگ کنار هم دیگه نیفته. ولی خب اگه تعداد زوج باشه و کفی 20 سانت هم که معمولا اگر کفی‌های استاندارد رو بخرید این مشکل پیش نمیاد. اینجوری این 2 تا رنگ کنار هم دیگه نمیفته. ولی خب حالا از نظر من که مشکل نداره. بس رو زدیم. از پایه بعدیش نخ رو از داخل حلقه رد میکنیم و پایه زدیم. اینجا نگاه کنید من نخ قرمز رو رها کردم ولی شما باید حتما با دستتون نگه دارید. حتما با دست نگه دارید که اون نظم داخل سبد رعایت بشه. تا انتها همین کار هی تکرار میشه و شما هر قدری که خواستید اندازه ارتفاع سبدتون باشه همین کار رو تکرار میکنید. لبه سبد رو هم اگر لبه براش نبافین همینطوریش هم خیلی قشنگه. سبدمون تموم شد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه.